ما در شهر ترسونزاده یک سالاشده ما مهمان شدیم. خب ما ششلیکاش خوردیم. دو سومون ششلیکاش خوردیم. ششلیکاش بهترین ششلیک با مزه با ارزان. این اکم اینجا ششلیک تیار میکنه. خواهش با اکم قطعی هم صحبت میشیم. با سوال ما قطعی با جواب میتیم. اکش ما یه روز چند کیلو را ششلیک میکنیم؟ هر خلاک اکجان این بزرگه. یک روز میشه مثلا 35 روز میشه کمتر. یک کیلو 3 کیلو. شما فاینا. ششلیکای نازوریم. میره ولیش بود نمیمونه. گپ حرکت چند تا حرکت کردیم. یا پر ششلیک تون چند سومه اکا؟ پر ششلیک 4 دونه اکجان 8 سومونه. 8 سومه. 4 دونه 8 سومه. یکی ما خوردیم 7 سومه خوردیم اکا. ما 7 سومه خوردیم اکا. 8 میشه ولی نرخ گوشت کمتر است. حساب نرخ گوشت. اکا برای چی دهمی ماه شریف رمضان با نرخ گوشت هم قیمت شد؟ اینا نمیدونم حسابی میدونم. مگر دکتر ارزون کنه. ژورنالیست. یک دفعه ممکن گواه میکنیم. ماه شریف رمضان یه روز دو روز دیگه مونده گیره. یه روز برای یه روز قیمت کردن. چرا ندارم؟ ممکن بعد رمضان ارزون میشه. خب همین چند تا کارگر دارین شما اینجا؟ اگه همین استالاتون چند تا کارگر دارین؟ 4 تا 4 تا کارگر. چند سومه اولشون میتن؟ ولی اکجان تمام دو واسه با کارشون. با کارشون؟ اختون چند سومه اولک میگیرین؟ اگه ما دوست دیگه ولی ما خودم نمیدونم چند سومه. همین راست بسیار خش بونه خودم میشه. زندگی. یه تخمینا. تخمینا اکیش یابون با تخمینش. از زندگی در بسنده یا خیلی سلامت باشین اکا. خب سلامت باشین.